بیاید ای رفیقان درس خوانیم با بیکاری و نادانی نمانیم با عالم هر کس بیکار گردد با چشم اهل عالم خار گردد. من قمر و عایشه می باشم، خواننده صنف 2B مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 نایه اسماعیل سامانی. موش و مرغابی و مرغابی و موش 3 پسر بزرگ جنگلاپا. از عبید رجب شعر میدونی؟ بله. گوی کنی؟ مرغابی غاغا میکند، کوچکچه غاغا میکند، لب آبی دیرا مرغابی شینا میکند. کدام افسانه میدونی؟ افسانه مرغابی. باز؟ 3 پسر. تبر. تبر؟ چی گفتی؟ هزوم. مردی هزوم کش. خوش، مرد هزوم کش رو گوی کنی؟ بود نبود یک مرد بود، آن هر روز هزوم میکشید. یک روز تبرش گم شد. هر روز میکوی اما نمیافت. آن زیق بود. میره به سر پیش یک مرد. با مرد میگفت تو تبر من را ندیدی؟ آن مرد 3 تبر داشت. یک تایش چلاگی، یک تایش نقرگی، یک تایش عادی. چلاگیش را میبرداشت، میگفت این از تو است. نمیگفت. دویمگیش را میبرداشت، میگفت این از تو است. نمیگفت. سیمگیش را میبرداشت، این از من است. میگفت. بعد آن خرسند شده تبرش را میگرفت. رحمت میگفت. بعد آن مرد یک تبرش را به آن توفه داد و دیگریش را به آن توفه داد و آن مرد خرسند شده به سر هزوم رفت. خوش. چیستا میدونی؟ بله. گوی کنی؟ یک پارچه زمین داشتم، تخم سیاه کاشتم، با چشم خود دیدم، با عقل خود شناختم. کتاب. باز؟ در دوران یک خانچه 100 دانچه انار. تیزگوی گوی میلش چند؟ چوجه افتیده چوجه به چوجه ما خوجه، چوجه افتیده چوجه به چوجه ما خوجه، چوجه افتیده چوجه به چوجه ما خوجه. باز؟ 6 جمع 6 36. 6 جمع 36. 6 جمع 6 36. سبک بخونیم کنیم. سبکی سرخی سیراب، شیرین است و خوردن باب. سبک خیلی خوشرو است، خوشمزه و خوشبو است. Mama. Mama, я свою люблю. Маме помогаю. Братья детский сад вожу, дома с ним играю. مؤلفش کی است؟ خلقی است. خلقی است؟ مادر. مادر جانم مادر جان، هم در دل و هم در جان، در همه روی عالم به از تو نیست آدم. خانم معلم مهربانه. معلمی مهربان، مهرتان در دل و جان، لفظ شیرینی روان ما از شما آموختیم. به هر سوال جواب را، دانستن حساب را، هم خواندن کتاب را ما از شما آموختیم. حفظ باغ و وطن را، با وی صادق بودن را، وی باغ و چمن را ما از شما آموختیم. تشکر. مکتبی ما دم یک شعر میخونیم. دویدم تا با مکتب رسیدم، صحنی مکتب آزاده، دری مکتب گشاده، گلها رو بسته آوردیم دسته، آوازی زنگ برآمد، همه بسیم در آمد. گل دسته ها را بردیم، با معلم سپردیم، شنیدیم آفرین را، بهای اولین را. السلام ای عارفان و صادقان این وطن، السلام ای دوستداران جاویدان این وطن.
من براتوف محمد جان شریف بکویچ هستم. خواننده صنف دوی یک گیمنازیای به نام اسدالله غلاموف می باشم. من امروز یاده از 1200 مصرع شعری، چیستان و افسانه ها، لطیفه، چیستان، تزگویک، ضرب المثل ها رو از بر کردم. پیشوا: شکر وحدت، شکر بختی پایدار، پیشوا داریم افتخار، بیملال از زحمتی پیوسته اش، گل افشان است میهن چون بهار، همراهش از ذوالجلال است ما، خرمی را بهر هر کس انتظار، ما وطن را و وطن ما را بود، با طفیلش جاودانه دوستدار، صبح نوبت نیست به او خندرس، تاجیکستان ملک مردانی بار، با چنین یک پیشوایت هیچگاه خار در دنیا نگردی ای دیار. از کدام شاعرها شعر اذیت کردی؟ اوبای رجب، ایرج میرزا، قربانای دولت زاده، دولت سفر و گلروخان، مرادعلی صابیر، بازار صابیر. از دولت سفرش کدام شعر اذیت کردی؟ پیشوا: مثل شما ما با وطن، باشیم دایم جان و تن، گوییم از بختی نکو در منبری صد انجمن، ما افتخاری وحدت، نخلی بهاری وحدت، با پرچمی عهد و وفا، زیبی دیاری وحدت، ای روح ملت پیشوا، فخر با نام شما، با تاج و تختی افتخار، هستی به میلاد متکار. چند افسانه خوندی پسر جان؟ 47 تا چیستان و افسانه ها، 5 تا دیگر از بوستان سعدی شیرازی. نام های افسانه های خواندگی تو گوی کنی؟ دو بوزیچه، 3 تا نان، دو بوزیچه، 3 تا نان، خرک یک رو، وسیعی ترسانچک، بیبی گنبوسک، بیبی گنبوسک گفته میتونی نقل میکنی؟ بله. نقل کنی؟ بود نبود یک بیبی گنبوسک بود و در خانه خودش تنها بود و دلتنگ میشد و از این روزه به دوستکابی رفت و رفت از پیشش قورباغه برآمد. به قورباغه گفت: قورباغه تو با من دوست میشوی؟ قورباغه گفت: میلش میشوم. بیبی گنبوسک گفت که اگر قهر داید چیکار میکنی؟ قورباغه گفت: اگر قهرم آید با چشمان علایم تو را به دریای میپرتویم. بیبی گنبوسک گفت: آزارم طاقت این خیل دوست را ندارم. باز رفت از پیشش خارپشت برآمد و به خارپشت گفت: تو دوستی من میشوی؟ خارپشت گفت: بله میشوم. بیبی گنبوسک گفت که اگر قهر آید چیکار میکنی؟ خارپشت گفت: اگر قهرم آید با سیخهایم تو را به دریای میپرتایم. بیبی گنبوسک میگوید که آزارم طاقت این خیل دوست را ندارم. بیبی گنبوسک رفت از پیشش موشک برآمد و به موشک گفت: موشک تو با من دوست میشوی؟ موشک گفت: میلش میشوم. بیبی گنبوسک گفت که اگر قهر آید چیکار میکنی؟ موشک گفت: اگر قهرم آید صدوم راسیله کرده میشینم. آنها دوست شدند. بیبی گنبوسک در خانه بود. موشک از سحر تا به گاه در جنگل بود تا که غذا بیارد. روزه میری موشان در دست یک چوب دست الله بود.
در دستش یک چوب دست الا بود و شعری موشک را خواند. بیبی گنبوسک خیالش موشک است و در را کوش شد که چوب دستی میری موشان چوب دستی علاب را به پیشانی بیبی گنبوسک گذاشت و بیبی گنبوسک را به یک دریای پرتافت. موشک رفت آن را دید و یک رسمان را آمده به سینی بیبی گنبوسک پرتافت و بیبی گنبوسک گفت بیبی گنبوسک این بند را دار من میبرمد و بیبی گنبوسک بند را داشت. موشک آن را از آنجا برآورد و آنها تا آخری اون خوش و خرسندانه زندگی کردند. تشکر. چند تا چیستان میدونی؟ چیستان؟ 50 تا. کلی چند چیستان گی؟ این طرف تنکوچه آن طرف تنکوچه میانشان گربچه بینی. باش. اصلا نمیکند خواب وقت را میکند حساب ساعت. باش. از همه بالاست او شاه لباس هاست تو کلاه. سه چشمی رنگه دارد در کوچه خنده دارد. آفرین. ضرب المثل چند تا ایجاد کردی؟ ضرب المثل 46 تا. کانی چند تا گویی کنی؟ احتیاط نیمی حیات در آید دو شعر آید. اول ببین جای خود بعد بمان پای خود. جوینده یا بنده است پاکی بهترین تازگی است. با ماه شینی ماه شوی با دگ شینی سیاه شوی. عالمی به عمل زنبوری به عسل. برنج گنج به دست نمی آید. دویدن گوسالت تا در کهدان. ای تاجیکستان جانی ما ای مرزی پر احسانی ما. تو خانه ای امید دیل هم قبله ای امام نیما. ما با رفاقت زنده ایم ما با صداقت زنده ایم. عشقی وطن در سینه ها ما با محبت زنده ایم. ای تاجیکستان جانی ما ای مرزی پر احسانی ما. تو خانه ای امید دیل هم قبله ای ایمان ما. از همین استاد عبدالستار رحمان شما اون شعر میدونید؟ بله. کنی؟ نینی خوبانی. مرحمت. کاسه چینی در بری نینی کاسه پراب است نینی چه خواب است. کاسه را سردار آهسته بردار آبش نریزد نینی نخیزد. نینی خوبانی کاری آسانه. 3 تا نون. مرحمت کنی؟ یک قسمش گوید. حکایه. مرد از نانوای خانچی طول یک هفته شده بود که 3 تا نان میگرفت. بعد نانوای خانچی روز حیران شده پرسید ای مرد چرا تو فقط 3 تا نان میگیری؟ چرا 5 تا نه 4 تا نه 2 تا نه 1 تا نه؟ بعد مرد در جواب میگوید برای که من یک تاش رو قرض میدهم یک تاش رو قرضم رو میدهم یک تاش رو خودم بازا نمیخورم. نانوای خانچی نفهمید و با سوال داد آخر چی خیر؟ مرد گفت من که کودک بودم پدرم مرا کلان کرد و من قرضم رو میدهم و من یک تای دیگرش رو به کودکانم میدهم تا که من کلان شوم آنها مرا نگهبانی کنند. یک تاش رو خودم بازا نمیخورم. آموزگار به درس می‌دراید و از طلبه ها میپرسد که برای چی شما مادرتان را دوست می‌دارید؟ رستم جواب دادنی شد که مادر من ساختمانچی است. خانه های زیبا می‌سازد برای آن من او را دوست می‌دارم. ولی نگفت. زمیره می‌خواست گوید که مادری من آشپز است و خوراکای با مزه میپزد ولی نگفت. رمزی از جای خسته گفت مادر وقتی که من یگان جایم درد کند یا که بیمار شوم مادرم مرا مهربانی میکند و من صحت میشوم. رستم داد زده گفت من هم برای همین. زمیره هم گفت من هم برای همین. آموزگار گفت که معلوم شد که همه طلبه ها برای همین مادرشان رو برای مهربانیشان دوست ندارن. شیشه شفاف 6 جای شکاف. شیشه شفاف 6 جای شکاف. شیشه شفاف 6 جای شکاف. شیشه شفاف 6 جای شکاف.
باز چی؟ با هم خیلی تجربه میدونم؟ آب خوراند از شرشره 10 درگر در دره. 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 هر کجا بودم نبودم من همان فرزندی دهقانی تویم. در خیالی ریگ کوهساری تو من غم میخورم. از برای سبزه و خاری تو من غم میخورم. از برای سبزه و خاری تو من غم میخورم. از گلویم نگذرد نانی تو به غمهای تو. به غمی تو من ننوشم آب از دریای تو. تاجیکستان نکنم شکری کم و بسیاری تو. میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی بس است. با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. امروز کسی محرمی اسراری کسی نیست. ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست. هر مردی شتردار اویسی قرنی نیست. هر شیشی گلرنگ عقیقی یمنی نیست. هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد. هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست. بر مرده دیلان پند مده خیش میازار. زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. با مردی خدا پنجم میفکن چون امرود. این جسم خلیل است که آتش لدنی نیست. خوشنود مشو دشمن اگر کرد محبت. خندیدنی جلاد ز شیرین سخنی نیست. جایی که برادر به برادر نکند رحم. بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. 100 بار اگر دایه به طفلی تو دیه چیر. غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست. من سیف‌الدین داده سعید محمدی دیرشاد میباشم. خواننده صنف چهارم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 56 ناحیه سینا. سالی چهارم است که در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمینشی خواندن و از یاد کردن اشعار بچگانه اشتراک می نمایم. من زیاده از 100 غزل از شاعران کلاسیک و معاصر، 200 حکایه و افسانه، 50 کتاب بدیعی، چیستان، تزگویک، ضرب‌المثل، مقال از خود کردم. من در مجموع 16,000 مصرع شعری میدانم. کتاب‌هایی که خواندی نام‌هایش بگو. هر کدومش نام از پلاتولیس، تابستان، جوانی، خاطره ها با مکتب کنه. خاطره ها با مکتب کنه از کی است؟ از پلاتولیس. خوش. لالچینی و حکایه‌اش را مطالعه نمودم. از ابوالقاسم فردوسی داستان‌های شاهنامه تا کشته شدن رستمی داستان را مطالعه نمودم که بازگوی ساتی ملوک‌زاده میباشد. باز از جاناتان سویفت سیاحت گولیور را مطالعه نمودم. باز از عبدالرحمن جامی، از امینجان شکوهی آب از کجا میآید، از عبدالرحمن جامی بهارستان. آفرین. خیلی از همین شاهنامه بازگوی ساتی ملوک‌زاده هم خیلی نه. بله. کشته شدن رستم نقل کن. کشته شدن رستم وقتی که رستم را شغاد میکشد. وقتی که شغاد را رستمی داستان به یک جا میبرد. یک چقریه کنده بود شغاد و وی در کارچه های تیز مانده بود. وقتی که رستمی داستان به درون وی میزند هلاک میشود و رستمی داستان با کمان به یک درختی بید میزند و درختی بید شکاف میشود و به شکمی شغال میزند. هم شغال میمیرد و هم رستمی داستان. عبدالرحمن جامی بهارستان خواندی؟ کدام حکایه ها در یادت است؟ کژدم و سنگپوست. باز روبا و مادرش. باز روبا و گرگ. باز از گلستان چی؟
از گلستان مردی فضیل و مردی فریبگر، مردی بیچاره و شاه، حاتمی تای و خورکش و غیره ها. که یه مرد بیچاره نقل میکنی؟ مردی بیچاره و شاه. یک روز مردی بیچاره مرد با خرش سواره می رفت و در همین وقت بارانی سیل می وزد و همه جا لای می شود و خری مردی بیچاره به درون لای می افتد و وقتی که میخواهد مردی بیچاره دلش را خنک کند، میگوید لعنت به همین لای. باز دلش خنک نمیشود و باز میگوید لعنت به همین باران. و از آن طرف شاه با لشکرانش رفته ایستاده بودند و مردی بیچاره میگوید لعنت به همین شاه که مردمش را نگاه و بین نمی کند. بعد وقتی که پادشاه میشنود این گپ را، میگوید آن مرد را گیرید و برده لباسهای گرم پوشانید و لشکرانش میگیرد و به وی لباسهای تازه و زیبا میپوشانند. وقتی که وزیر شاه به نزد آن مردی بیچاره میرود و میگوید دیدی ما چیتر شاهی خوب داریم، اگر یگان کسی دیگر میبود تو را این طور نمیکرد. بعد مردی بیچاره میگوید اگر من این گپ ها را نمیگفتم حالا من در همان لای بخرم مرده بودم. آفرین. چیستان بدونی؟ بله. چند تا؟ چیستان حساب نکردم. حساب نکنی خیلی گوی چند تا چیستان؟ از دور دیدم سبززار، قمچین زدم لاله‌زار. چی بود است؟ تربوز. باز؟ آسمانی رنگه درونش پوری تنگه. چی بود است؟ تربوز. باز؟ خودش یک تا زهرش 100 تا. باز؟ قلمفورد. خودش یک وجب، ریشش 2 وجب. جواری مکه. همین جوانی درباره چی است؟ درباره خاکی که جوانان وی را هموار می نمایند 40 گکتر است. گوش کنید، همینجا یک قهرمان هستند در همین اثر، اشرف پارتیزان. ها، این کی بود؟ اشرف پارتیزان دوستی صهیبمک که صهیبمک را میگوید که این لمین را باید هموار کنیم. خب اکنون از کتاب تابستان یگان تصوراتیم، قهرمان‌هایش در خاطرت هستند؟ بله. کی؟ قهرمان‌های اثری حسن کریم قاسم. در آخر و را میگویند همه به قاسم جان میگوید که یخیل‌ها پشتی قاسم را میگیرند و یخیل‌ها پشتی سلیم تقا را میگیرند و یخیل‌ها میگویند نه. و وقتی که نوبت به حسن میرسد، حسن ارجایش برمیخیزد و کتاب به همین تمام میشود. یعنی او باید انتخاب کند راه آینده زندگیش را. خب نکنون مرحمت کرده شما از افسانه های خلق تاجیک، شما گرگ و لکلک مقصد اساسی در چی است؟ مقصد اساسی گرگ اگر لکلک به وی کمک نمیرساند شاید گرگ میتوانید آن را خورد. لکلک چی کار میکند؟ لکلک استخوان را از وی میگیرد. کمک میکند. خب همین سخنی سحرناک گلسره عوض‌وا، این درباره چی بوده است؟ درباره باید سخن سحرناک برای التماس به من همان سوزن را دید که کرته خواهرم را دوزن. یعنی کلمه سحرناک، سخن سحرناک این همون کلمه التماس بوده است. خب اکنون از همین گلچهره محمدی و شما چی خواندید؟ گلچهره محمدی و غلبه ستاره. بله. درباره چی است؟ غلبه ستاره برای آنکه در چشم وی شیشه می درآید و وی خیلی غمگین می شود، می خواهد که آن متا را از چشم وی گیرند. وقتی که دوگانهش به نزد وی می آید سمال خانم میخوردن
کنی همین خون؟ شما خنوگ میخورد پرسید از مادر انور نه گفتا برو مادر انور نکرد باور چرا بپرسید از نه اودم در رو کشوید شمال خنوگ در به خانه میدروید لطیفه گپ زن کنی؟ لطیفه پدر جان با من یک تومانی دید با اون مردی کم بغل دیم کدوم مردی کم بغل اون که یک مال میفروشه نغز است باز یک دیگه مادر جان من به پیران سالان در اتوبوس جای ندادم چرا پسرم چون که من در بغلی پدرم شده بودم چند روبایی دیدم از عمر خیام و از خلق از فولکلور ابر آمد و باد بر سری سبزه گریست بی باده ارغوان نمی باید زیست این سبزه که امروز تماشاگهی ماست تا سبزه خاکی ما تماشاگهی کیست